عجب هوایی روز بزار 20 دو نفری باحال. دو نفره رو دوست دارم ولی اگه میشد یه استاد خفن سوار کنیم بشین 3 نفر بریم استودیو دور عالی میشه. میدونم همیشه آرزوهاتون هست. نه والا وای چه خوشتیپو ببین. وای به چه استاد خفنی دیگه. مهمون برنامه پیدا کرد. سلامی به بلندای آسمان و گرمای خورشید، به همه دانش آموزان تجربی. دکتر مجید نیکراد هستم، مدرس و مؤلف درس زیست شناسی. بیش از 16 ساله که تدریس زیست شناسی انجام میدم و بیش از 10 عنوان جلد در حیطه کنکور سراسری در درس زیست شناسی تالیف داشتم. مدرس مدارس تیزهوشان تهران و آموزشگاه‌های 20 استان کشور تا الان بودم و افتخار این رو داشتم که به فرزندان سرزمینم خدمت کنم. در این 15 سال دغدغه بزرگ دانش آموزان تجربی در مورد درس زیست شناسی رو کاملا درک کردم و بهش اشراف دارم و جزوه زیست شناسی رو که تألیف کردم نهایت تلاشم رو کردم که جزو کاملترین و دقیقترین و بروزترین جزوات زیست کنکور باشه و خدا رو شکر در سالهای اخیر دانش آموزان تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی کنکور رو تحویل جامعه دادیم و در کنکور 404 دانش آموزی که زیستش رو 100% زد دانش آموز بنده بود و 3 دانش آموز هم درصد بالای 90 در کنکور 404 رو تونستن به دست بیارن و افتخار اینو داشتم که دبیر زیستشون بنده باشم. در مورد هزینه‌های بالای درس زیست شناسی برای کلاس خصوصی دغدغه‌ای که دانش آموزان دارن این هستش که دسترسی به دبیرهای خوب خیلی گرون براشون تموم میشه. برای اینکه این مشکل رو حل کنم پکیج زیست شناسی آفلاین رو برای تمام دانش آموزان کشورم ضبط کردم که به سبک تدریس خصوصی واژه به واژه زیست شناسی رو تدریس کردم و نحوه کار به این صورته که تمام نکات مفهومی و ترکیبی گفته شده، تمام تست‌های کنکور سراسری تحلیل شده، تست احتمالی کنکور تحلیل شده و دانش آموزهای سال 11 و 12 به راحتی میتونن زیست شناسیشون رو در امتحان تشریحی با این پکیج 20 بگیرن و توی کنکور سراسری درصد بالای 90 بزنن که اطلاعات بیشترش توی سایت majidnikrad.com موجود هستش. آرزوی سربلندی برای تمام دانش آموزان کشورم دارم و امیدوارم به میزان زحمتی که میکشی خداوند لبخند روی لبانت بذاره. به امید دیدار. خب همونطوری که قطعا متوجه شدید مهمان برنامه امروز ما یه استاد حرفه‌ای و خوش‌ذوق هست، آقای دکتر مجید نیکراد عزیز. خیلی خوش اومدی مجید جان به برنامه خودت. زنده باشی. سلام عرض میکنم خدمت بهزاد جان عزیز، حمید جان عزیز و یه سلام گرم به همه دانش آموزایی که عشق توی دلاشونه، مهربونی توی چشاشونه و خنده روی لباشونه. امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون خوب باشه و در این چند دقیقه‌ای که ما رو نگاه میکنین هم شما و هم ما انرژی مثبت بگیریم از هم. در خدمت. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و دم شما گرم که دعوت ما رو قبول کردید. افتخار از آن ما شد. قربونت برم. آقا میخوام با یه سوال شروع کنم. موافقی؟ آقا شما موافقی؟ بله. چرا بچه‌ها استاد زیستشون رو یه جور خاص دوست دارن؟ عرضم به حضورتون که خب خیلی خوشحالم که اینو میشنوم. من نمیدونستم. دارم الان متوجه. نه واقعا اینجوری هست. یه جور خاص. ببین نه. آره. نه دبیر فیزیکشون رو دوست ندارم. نه والا. ببین مثلا ما میریم سر کلاس به عنوان یک کسی میبینن که قرار فیزیک درس بده. ولی شما که میری سر کلاس مثلا شما رو انگار آیندهشون هستی. بله. یعنی اصلا یه جوری دوست دارن دبیر زیست. عرضم به حضورتون که همونطور که خودتون میدونید درس زیست شناسی توی رشته تجربی ضریب 12 داره. بله. و در سالهای اخیرم امتحان نهایی
به حالتی شده که دیگه امتحان نمیگیرن، انتقام نهایی رو دارن از دانش آموزا میگیرن واقعا در درس زیست شناسی. بنابراین کسی که وارد رشته تجربی میشه اول سال میپرسیم چی میخوای قبول بشی؟ پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی و رشته‌های تاپ تجربی و اون درسی که باعث میشود به این هدف رویا برسه درس زیست هستش. بنابراین یک جبر روزگاره که در رشته تجربی دانش آموز سر کلاس باید دبیر زیستش رو دوست داشته باشه، ارتباط برقرار کنه تا بتونه به اون هدف گذاری 18 ساله‌ای که از 1 سالگی تا الان بعضی‌ها بهشون گفتن خانم دکتر، آقای دکتر، بتونه نقطه زنی کنه و انشالله به هدفش برسه. فکر میکنم علتش ضریب بالا باشه، وگرنه درس‌های مثلا فیزیک و عربی و اینا دبیرای خیلی خوش تیپ‌تر داره، میتونه اونا رو بهتر دوست داشته باشه. عزیز دلت. خب مجید جان، یه سوالی که برام همیشه مطرحه، چون ما تو درس زیست شناسی خیلی از همکارایی که تدریس میکنن الزاماً دکتر نیستن، ولی من میدونم که شما پزشک هستید. سوالم این هستش که چطوره که بین واقعا پزشک بودن و زیست و تدریس زیست الان این درس رو انتخاب، چون برای خودم خیلی ارزشمنده ها، میخوام اینو بچه‌هام بدونن واقعا. عرضم به حضورتون که خب من بین این دوتا گزینه انتخابی نکردم، چون هر دو رو دارم انجام میدم. کلینیک زیبایی دارم، کار پوست و مو دارم انجام میدم، ولی خب تدریس توی خون ما هستش. اینجوری خدمتت بگم، خانواده پدری بنده همه رتبه‌های برتر کنکورن، همه توی سیستم آموزش هستن و اکثرا حالا استاد دانشگاه و هیئت علمی. من خودم پدرم رتبه 2 کنکور سراسری بوده، پسرم و دخترم هم رتبه‌های 2 رقمی کنکور بودن، خودم هم به همین صورت. و شغل معلمی در واقع توی خون ما، ژنش رو داریم، نهادینه شده یه جور. بله. و من فکر میکنم اگر 1 هفته تو زندگیم باشه که درس ندم مریض میشم، چون عاشق تدریسم و تدریس شغل من نیست بهزاد جان، عشق منه. یعنی اگر وایسیم درست کار پزشکیمون رو انجام بدیم توی کلینیک، شاید 10 برابر این حق و تدریسی که الان به معلم ها میدن در بیاریم، ولی خب عشق زندگی من تدریس هستش و با هیچ چیزی تقریبا تو این دنیا نمیتونم عوضش کنم. آقا خیلی یعنی کیف میکنم واقعا میشنوم و خودم علاقمند میشم که واقعا تو کار خودم هی برم جلواتی شما رو میبینم که حق انتخاب داری، ولی انتخاب اول تدریس خودش یه درس. خدا رو شکر یکی پیدا شد یه حرفی بزنه تو ازش قبول کنی. چون کلا حرف پذیر که نیستی آقا جون. ببین من شاید حرف پذیر نباشم ولی تو هم نصیحت پذیر نیستی. واقعا هم همینه. بستگی داره کی نصیحتم کنه. اگه یکی مثل دکتر نصیحتم کنه قطعا گوش میدم. خب پس لااقل من بهش میگم حرفای خودم و تقلب میرسونم، بذار دکتر بگه. کسی میتونه تقلب برسونه که خودش متقلب نباشه. بله دارم برای من شما رو دعوت به صلح صلحی وجود نداره آقا. دوست باشید، بچه‌های خوبی باشید. چشم. دارویی هست که ما به ایشون بدیم که اینقدر رفیقشو اذیت نکنه؟ اونم در علم پزشکی دارویی اومده که رفیقایی که زیاد آدمو اذیت میکنن این مثلا هست؟ بله جبران. داروهای جبران. خودت مصرف میکنی؟ نه من جبران مصرف نکردم، ولی میگم دکتر برام بنویسه، چون خیلی وقتا داروها رو برام خودش نسخه کرده. آقا تا حالا شده سر کلاس یه دانش آموزی حالش خدایی نکرده خراب شه و شما ویزیتش کنی؟ ایشالله که هیچ وقت دیگه اتفاق نیفته. خب مریضی که مثلا گلودرد و سرماخوردگی و اینا که نه، چون محیط آموزشی. بله. ولی 2 مرتبه پیش اومده که دانش آموز سیژر داشته و سر کلاس دچار حمله تشنجی شده و حالا دیگه اقدامات اولیه رو براش انجام دادیم تا راهی بیمارستان اورژانس بشن. و برای بقیه دانش آموزا خیلی اون موقعیت استرس‌زا هستش. و بله 2 مرتبه تا الان. ببین این یه کلاس خفنه ها، یعنی پشتیبانی در حد لالیگا. آره دیگه اصلا یه سیستم بیمارستانیه انگار. بچه‌ها دارن بیمارستان فعال می‌بینن، هم درس می‌گیرن هم به شخص عملی می‌بینن. مثلا فرض کن سر کلاس من یا شما یکی حالش خراب شه، من که می‌خوام 2 تا رابطه بنویسم شما می‌خوای چیکار کنی؟ انفعال طرف منفعل شد، تمومه دیگه، کامل کاری از دستش بر نمیاد. و خیلی جالبه همینجا مثلا بچه‌ها سوال پزشکی که میپرسن
سر کلاس داری توضیح میدی یه جوری گوش میدن آفرین. انگار قراره کلمه به کلمش توی کنکور بیاد دقیقاً. و همون موقع هم یاد میگیرن. ولی وقتی زیست داری درس میدی اصلا این مدلین و هی تکرار کنی، جون مادرتون گوش بدید، جون خود. آره. خیلی علاقه‌مند هستن بچه‌ها. مثلا آزمایش خون رو توضیح میدی، آزمایش پزشکی رو توضیح میدی، یاد میگیرن، میرن اجرا هم میکنن و یکی دو تا کشتم میدن تا هفته. جالبه واقعا. خیلی عالی. مجید جان، به نظرت بین اساتید و مشاورین مدارس تو این سالهایی که داری کار میکنی، ما افتخار داشتم خودم که خیلی جاها با هم کار کردیم، قربونت برم، به نظرت بین مشاورین و اساتید اصلا همدلی وجود داره؟ چون خیلی از بچه‌ها نقدشون اینه که آقا مثلا یه خواسته‌های معلم‌ها دارن، مشاورا یه چیز دیگه میگن، مشاور یه چیز دیگه میگه. اصلا این همدلیه هست؟ شما تو کار خودت این همدلی رو از جانب مشاورین دیدی؟ یه پیامی بخوایم بدیم بهشون واقعا؟ عرضم به حضورتون که خب هر کس که وارد سیستم آموزش میشه قطعاً با نیت کمک به دانش آموز وارد میشه. یعنی هیچ کس نیست یک توصیه‌ای بکنه به یک دانش آموزی و بخواد اون دانش آموز رو به راه غیر درست هدایت بکنه. بنابراین هر کس به نوبه خودش هر صحبتی چه در کلاس چه در جلسات مشاوره انجام میده، فکر میکنه در جهت بهبودی اون دانش آموز و موفقیت اون دانش آموز. حالا این سوال کلیه ولی میتونم اینجوری پاسخ بدم که مرکز داریم تا مرکز. یه سری مدارس هستن 70 ملت، هر کس برای خودش هر چی دوست داره توی کلاس میگه. یه دبیر میاد ریاضی در مورد فیزیک صحبت میکنه، فیزیک میاد در مورد شیمی صحبت میکنه، شیمی در مورد زیست صحبت میکنه. ولی مراکز خیلی زیادی هم هستش که مدیریت‌های قوی دارن، جلسات زیادی میذارن، مشاورها با دبیرها همسو میشن. همین امسال ما شروع کردیم، من چند تا مرکز و مدیریتشون رو خیلی دوست دارم. یعنی اگر اونجا اون فرد مدیر نباشه من دیگه اون مدرسه نمیرم. آفرین. و ایشون همسو میکنن، نظر مشاور، نظر دبیرها رو یک تیم ایجاد میکنن و پیش میرن و من خودم سعی میکنم در این مدل مراکز در خدمتشون باشم. و اگر جاهایی که آشفته بازار هست خودم بچه‌ها آسیب می‌بینن. درسته؟ شما هر چقدر هم تلاش کنی یه دست صدا نداره. باریکلا. باید یه تیم باشه بالای سر دانش آموز تا منتهی به نتیجه بشه. و دیگه هم کنکور قبل نیست. مثلا زمان ما، من خودم کتاب زیست و کتاب دینیم رو با شماره خط و شماره صفحه حفظ بودم. بله. یعنی کسی نیاز نبود به ما درس بده. زیستمو 100 زدم، شیمیمو 100 زدم، رتبه هم آوردیم توی کنکور. ولی الان دانش آموز بشینه این کار رو بکنه، بره سر جلسه کنکور نمیتونه درصد بیاره. شما کتاب زیست رو بشین شماره صفحه و شماره خطش هم حفظ کن. چون سوالات مفهومی شده. بعد مفهوم متوجه بشه، نحوه تستنی، تکنیک ضرب در منفی، زمان بندی، مشاور باید کمک کنه، مدرس باید نکات جمع بندی رو بگه. همه اینو دست به دست هم میده تا دانش آموزی بره و موفق بشه. بنابراین این همسو بودن خیلی جا هست. خیلی جاها هم نیست. ولی اونایی که نیستن بچه‌ها همیشه نتیجه نمیگیرن. آسیبی دارن. اکثرا نتیجه نمیگیرن. مهم نیست مسیر به چه صورته، مهم اینه نتیجه چیه. آفرین. شما همه دبیرا رو هم برند بیار توی مدرسه، ولی هر کس وقتی ساز خودشو میزنه و با هم همسو نباشن، در نهایت نتیجه‌ای برای دانش آموز نخواهد داشت. کاملا درست. کاملا متین. جالب بود. واقعا موضوع خیلی مهمیه، چون مشاور و اساتید و حتی مدیریت مدرسه اگر با هم همسو نباشن اصلا مسیر خیلی کج میشه. ولی یه جمله من اگه بخوام نظر خودم رو در آخر فرمایشت ببندم و صحبت فرمایش شما، مجموعه هایی محکوم به شکستن که مطلقاً احساس میکنن همیشه عالیان و نقد نمیپذیرن. من اینو میخوام بگم، واقعا مجموعه هایی که نقد پذیر نیستن و فکر میکنن وحی منزل هستن، اونا همیشه آسیب میبینن. چون این همدلیه، ببین شما چقدر قشنگ گفتید، مجموعه هست که جلسه میذاره، به مشاور میگه نظرتو با معلم هماهنگ کن، به معلم، و مدیریت همیشه همسو هستش با این دوتا مجموعه، یعنی مجموعه مشاوری و مجموعه معلمی. اینا ایش موفقن، ولی خب واقعا بعضی وقتا این اتفاق نمیفته، آسیبشو بچه‌ها میبینن. خیلی عالی. آقا یه سوال دیگه خودت بپرس. من بپرسم. من حال کردم مثلا انقدر قشنگ امروز سوال میپرسی، انقدر قشنگ فقط امروز دارم سوال. نه همیشه سوالات قشنگه، ولی امروز چون ترکوندی امروز اصلا نورانی دیده میشه، نمیدونم چرا. اون نور به خاطر نور زیاد روش نیست.
نه من علت داره نورم خودم این بده. نه نه نورم رو نیست. آره ولی من همیشه بهزاد و همینجوری نورانی دیدم. آره واقعا یعنی الان 14-15 ساله میبینمش، هر سری نورش بیشتر میشه. چرا؟ خب بعضیا نور درونشون زیاده دیگه. نور درونی تا کجا میاد؟ ببین نگاه کن نور درونی تا کجا میاد؟ ما بدونیم. خب والا حقیقت بچه که بودم یه سری سیم و نمیدونم لامپ و اینا تون کار شده. چقدر جالب. نه نور درونیش از دلشه. عزیز دلش دل روشنیه. بله. هیچ وقت بعد کسی رو نمیخواد، چون من چندین ساله میشناسم اینا رو با قاطعیت. البته من نریم همیشه آقا من آب شدم تو همیشه بعد من خواسته. حالا بعضی جاها استثناء. آره 99% بعد بقیه. چیکار کردی آقا؟ خرید شما رو بیرون چیکار کردی؟ آبندی کردی؟ من دیگه اصلا باید دیگه ادامه نمیدم. این شما این مجید خودش داره جواب میده دیگه. امروز قربونت برم به افتخار چهره نورانی امروز آقا ترکوندی. اینجوری برم دیگه شب چراغای ماشینمو خاموش می‌کنم رانندگی میکنم. البته تا جایی که من میدونم تو چون فکر میکنی که ماشینت براش پول برق میاد، همیشه چراغای ماشین و کولرت خاموشه. نمیاد پول برق میاد واسش دیگه. مگه نمیاد؟ چرا کوچیکا رو روشن می‌کنی؟ شما بیا مشکلی هم دارن احتمالاً ایسپادسی خیلی میگیرنشون بخاطر. آره خیلی واقعا. آقا پس حالا که شما لطف دارید من سوالمو بپرسم راجع به مجید جان. ما برنامه امروزمون راجع به رقابت هست. چه فضایی میتونه به بچه‌ها تو این فضای رقابت، چه اندیشه هایی، چه به قول معروف تاکتیک ها و تکنیک هایی میتونه به بچه‌ها کمک بکنه که تو این رقابت کنکور موفق تر باشن از دید شما؟ و خواهش که ازت میکنم تو این رقابته، تو این موفقیت توی رقابت حتما راجع به درس خودت هم اگر تکنیک هایی هست که باعث میشه تو خوندن و مطالعه درست بهشون کمک بشه لطف میکنی که بگی. عرضم به حضورت که سوالی که میپرسی خب بنیان کنکور رو داره توضیح میده. بله. وقتی که 1 میلیون خورده نفر وارد رقابت کنکور میشن در رشته ریاضی تجربی انسانی و 500,000 نفر توی رشته تجربی وارد این رقابت میشن، باید یه سری فاکتورهایی در واقع رعایت بشه تا در نهایت اون نتیجه مطلوب رو داشته باشه. بله. من خودم همیشه سر کلاس به بچه ها میگم که وقتی وارد رقابت کنکور شدید، وارد یک مسابقه 2 شدید، ولی نه 2 100 متر، 2 ماراتون. شما یک دونده 100 متر رو که میبینی تمام انرژی فوکوسش رو میذاره روی 10 ثانیه 9 ثانیه، تمام انرژیش رو مصرف میکنه بعد میفته از خستگی. بله. دانش آموز باید یاد بگیره وارد یک رقابت 2 ماراتون شده، یعنی قرار در یک بازه چند ماهه انرژیش رو تقسیم بندی کنه، منظم تمرین کنه، تلاش کنه تا در نهایت تا روز آخر بتونه درسش رو بخونه و نتیجه بگیره. دانش آموزی که میاد 1 ماه 2 ماه به خودش فشار میاره، روزی 16 ساعت درس بخونم، بیخوابی بکشم، بعد 2 ماه 3 ماه یاتاقام میزنه، با سرسیلن میسوزونه و میگه من دیگه ادامه نمیدم. ولی دانش آموزی که آفرین منظم روزی 7 ساعت 8 ساعت 9 ساعت با برنامه میخونه، منظم میخونه ولی مستمر میخونه، در این رقابت 2 ماراتون به نظر من پیروز میشه و من این رو همیشه سر کلاس میگم. و در نهایت وقتی وارد هر رقابتی میشیم باید یه سری آیتم هایی رو از قبل آماده کنیم. ما یه مدلی ماها بزرگ شدیم، حالا خودم رو دارم میگم، آموزش زیادی توی مدرسه به ما نمیدن که وقتی وارد یک رقابتی میشیم پیش زمینش چیه، به ما آموزش نمیدن. بله. در سال کنکور میاد هر دبیری هر مشاوره‌ای که دوست داره میده، در نهایت بچه با یک دنیایی از مشورت ها مواجه میشه و نمیتونه راه خودش رو پیدا کنه. به نظر من 5 عامل برای شروع این رقابت خیلی مهمه. وقتی به دانش آموزی میگیم دانش آموز کنکوری، الان شما دانش آموز کنکوری هستی، 5 تا عامل رو باید رعایت کنه تا اصلا جزء رقیب ها محسوب بشه، جزء اون دانش آموزایی که لیاقت این رو دارن در نهایت رتبه بشن محسوب بشه.
اولیش برنامه‌ریزی شخصی سازی شده است. حالا نمیدونم موضوع اینا هست که من بگم، میتونم اینا رو بگم. نه اینا در راستای رقابته. بله اینا. چون ببینید این 5 تامه رو باید دانش آموز داشته باشه تا وارد رقابت بشه. برنامه‌ریزی شخصی سازی شده چیه؟ اینکه وقتی که دانش آموز وارد سال کنکور میشه، اینستاگرام فلان فلان شده رو برمی‌داره، توی اکسپلور سرچ می‌کنه رتبه 1 تجربی پارسال کی بوده. خدا رو شکر الانم ما توی مملکتی داریم زندگی میکنیم، مثلا شما توی سوئیس که باشی، توی نروژ که باشی، حالا سمت اسکاندیناویا، آره، رتبه های برتر علمیشون دانشمند میشن، پژوهشگر میشن، استاد دانشگاه میشن. رتبه برتر کنکور ما چی میشن؟ شاخ مجازی میشن و بلاگر میشن. هر کدوم هم برای خودشون یه پیج میزنن، فالوور رو، تبلیغات و درآمدایی که از یه جراح قلب هم بیشتر. برنامه دنبال چی میگره دانش آموز؟ برم این پیج رو نگاه کنم رتبه 1 چجوری درس خونده. این میشه سم برای دانش آموز. یعنی اون برنامه ایشون رو تبدیل به رتبه 1 کرده. شاید شما رو تبدیل به رتبه 10,000 بکنه. چقدر درست. شما رو تبدیل به رتبه 100,000 بکنه. برنامه ریزی شخصی سازی شده یعنی اینکه شما تحت نظر یک مشاور باشی، ویژگی هات رو شناسایی کنه، نقاط ضعف، نقاط قوت، و بر مبنای اون برای شما برنامه بده. شاید شما اگر روزی 8 ساعت درس بخونی، از یه نفر که روزی 15 ساعت میخونه بهتر نتیجه بگیری اگر برنامه شخصی سازی شده داری. دومین عاملی که حتما باید برای این رقابت دانش آموز مد نظرش باشه، کیفیت مطالعه مهمتر از کمیت مطالعه است. و من این رو در طول این 16-17 سالی که دارم تدریس میکنم با تک تک سلول بدنم حس کردم. الان همین یه روشی رو دانش آموزان ابداع کردن برای درس خوندن، روش کپیزیشن. بله. دانش آموز کپش رو میذاره روی زمین و یه متکا هم میذاره زیر دستش، ولو میشه، جزوه هم کپیزیشن. بله جلوشه، گوشی هم کنارش. اول مثلا درس زیست، حالا میخواد شروع کنه بخوندن، اول هی جزوه رو ورق میزنه، 1000 تا فوش به جزوه میده، 1000 تا فوش به دبیرش میده که چرا انقدر جزوه زیاده، یه نیم ساعتی رو تلف. بعد شروع میکنه بسم الله، یه خط میخونه، دیلینک، پیام میاد توی گوشی. حالا این چی گفته؟ رفیقم گفت چقدر این فصل زیاده فلانه. دوستش قانعش میکنه که این فصل زیاده، یه سری هم 2 نفری فوش میدن به دبیر جزوهشون. بله. یعنی دانش آموز 10 ساعت داره درس میخونه، 9 ساعت داره فوش میده. 9 ساعت داره فوش میده. آفرین. یه رو هم داره ورق میزنه. یعنی اون کیفیت باعث میشه که بگی الان امروز من 2 ساعت خوندم، 2 ساعت چه مدلی خوندم. بله. دانش آموز بوده من یه پانسیونی میرم توی منطقه 1 و این مدیرش تعریف میکرد، میگفت مسئول آموزشی ما که با دوربین نظارت میکنه، میگه بعضی دانش آموزا رو نگاه میکنیم توی این پارتای 90 دقیقه‌ای یه دفعه 30 دقیقه به سکنج دیوار خیره شدن. خب این دانش آموز 90 دقیقه که درس نمیخونه، 30 دقیقه داره فکر میکنه که مثلا پس فردا یه اسب سفیدی بیاد و یه فرد سفیدی هم روش باشه و اینو بیاد بگیره و فلان، و توی رویاها داره برای خودش سیر میکنه. بنابراین کیفیت مطالعه مهمتر از کمیت مطالعه. سومین عامل روش تست زنیه. من میگم دانش آموز مقدار تست زدنش مهم نیست، هوشمندانه تست زدنش مهمه. یعنی چی؟ شما خودت میدونی استادی حمید جان، یه تستی رو به دانش آموزت میدی حل کنه، همون تو امتحان میاد غلط میزنه. چرا؟ چون دانش آموز هوشمندانه تست زدن رو بلد نیست. من همیشه به بچه‌ها میگم تست بزن، اشتباه کن، تحلیل کن، تکرار نکن. تحلیل کن، تکرار نکن. 1000 تا تست زدی، 1000 تاش اشتباه بوده، فدای 1 تا رو. برو اون تست رو تحلیل کن، اشتباهی که کردی رو گوشواره کن، بنداز گوشات و دیگه اون اشتباه رو تکرار نکن. این خیلی نکته مهمیه که دانش آموزها باید رعایت کنن. و مورد بعدی که عامل 4 به نظر من مدیریت استرسه. این بلای جان خیلی از دانش آموزا هستش، مخصوصا تو درس زیست که با یک حجم زیادی دانش آموزا مواجه میشن. یک شمشیر 2 لبه داریم ما در این موضوع. یه سری دانش آموزا هستن اعتماد به نفس کاذب دارن، خیلی خودشیفته، من باهوشم،
شب امتحان میخونم میرم نتیجه میگیرم، شب آزمون آزمایشی میخونم میرم نتیجه میگیرم. این سمه برای دانش آموز. اون طرف طیف دانش آموزایی هستن ناامید مطلق. من نمیتونم، من نمیشه، نمیخوام، همه رقیبام خفنن، من نمیتونم نتیجه بگیرم. این هر دو طیفش به نظر من سمه برای دانش آموز. استرس ها باید مدیریت بشه، از مشاور آموزشیشون دانش آموزا استفاده کنن، تفریح رو حذف نکنن. این خودش یکی از عوامل بدبختی دانش آموزاست. فکر کنم 7 روز هفته باید بشینن درس بخونن. نه، در هفته 3 ساعت 4 مجید ساعت. عزیز ببخشید من الان دوست دارم یه لحظه میونه کلامت ورود کنم. این سوال برای خیلی از بچه‌هاست. من مثالی همیشه میزنم خودم، میخوام اینو شما جواب بدین. مثلا ما همونطوری که شما پزشک هستین، هیچ موقع درمان 2 نفر تو سرماخوردگی که با هم یکی نیست. زمان مطالعه درس زیست در طی 1 هفته برای دانش آموزی که میخواد پزشکی قبول بشه چند ساعت باید بشه؟ ببینید میتونیم مثلا یه میانگین بگیریم. یه میانگین بهزاد بگیم. جان، بله. از کسانی که رتبه های برتر کنکور شد. احسن. مثلا من امسال 38 تا رتبه زیر 1000 از دانش آموزانم داشتم و خب برنامه هاشونو که میبینیم یه میانگینی میگیریم. دانش آموزی که هفته 30 ساعت درس زیست رو بخونه لیاقت رتبه زیر 1000 رو داره، نمیگیم قطعا میشه. یعنی تقریبا 30 ساعت میشه در هفته، تقریبا هر روزی 4 ساعت تقریبا میانگین روزی. آخه من اینجا یه ورودی بکنم. دانش آموزای ما اصولاً تا ساعت 2:30-3 که مدرسن، بله. میان خونه میشه ساعت 4 بیان 5 روز روزی 5 ساعت زیست بخونن، درسای دیگه رو چیکار کنن دکتر؟ ببینید هر روز که دانش آموز مدرسه نه. چرا دیگه تقریبا اینا 5 روز مدرسه، 5 روز مدرسه دیگه. میانگین روزی 4 ساعت، مثلا پنجشنبه و جمعه تایم رو 2 برابر کنن، بقیه روزا 2 ساعت درس بخونن. من این چیزی که دیدم خودم، دانش آموزی که هفته 30 ساعت میخونه رتبه زیر 1000 رو میاره. حالا اینکه دانش آموز چجوری باید مدیریت کنه، واقعا این رو باید بشینه و ببینه که باید چی کار کنه. مدیریت بحث مشاور است. من در مورد زیست میگم. ولی اگر مثلا من به شما بگم دانش آموز هفته 10 ساعت زیست بخونه میره 90 میزنه، دروغ گفتم. هیچ وقت این اتفاق بله بعد چون سطح درس بالاست و سوالاتش مفهومه. من یه نکته بگم، به نظر من دانش آموزی که فقط داره سال 12 میخونه زیستو، یعنی 10 و 11 رو خوب نیومده جلو، کارش خیلی سخته. دقیقاً. بعد 10 و 11 خیلی خوبی داشته باشه، پایه خوبی تو درس زیست داشته باشه که اینور کارش راحت‌تر باشه. درسته؟ قطعاً فرمایش با طلا باید نوشت. دانش آموزا سال 10 و 11 سیستم گل و بلبل میرن جلو. آفرین. سال کنکور میان تیر ماه سر کلاس میشینن 0 و ما باید 10 و 11 رو ببریم بالا، همزمان 12 رو ببریم بالا، به فکر امتحان تشریحی باشیم، به فکر کنکور هم باشیم. واقعا کار یه استاد سخته در سال 12 که افتضاح، خیلی سخته واقعا. دکتر جان عارضم خدمتت. من عامل پنجمش هم بگم نگفتم. پنجمی مونده بود. بله. یکی از مدیریت خواب و تغذیه است. این 5 تا عامل باید دانش آموز تنظیم کنه و وارد رقابت بشه، چون مطلب اصلیمون گفتم خوابم که اصلا داستانیه دیگه واقعا. آره دیگه، مثلا دانش آموز میاد همین جا میگه که استاد من شبی 2 ساعت دارم میخوابم، چشاشو نگاه میکنی پر خون، فکر میکنه داره راه درست میره. اولا مگه تو زامبی داری شبی 2 ساعت میخوابی؟ مگه تو خفاش شبی خوناشام که داری شبی 2 ساعت میخوابی؟ شهر رو نجات بده. شما وقتی ماشینتون میخوای استارت بزنی حرکت کنه بنزین نیاز داره. بنزین دانش آموز هم 6 ساعت خواب و تغذیه مناسب. آقا یه چیزی هم بگم ادامهشو بریم. ما تو برنامه قبل تو برنامه‌مون یه کسی داشتیم شب تا صبح کار میکرد و میخواست ماشین بخره. بله. یعنی از دبیرها بودن؟ نه شاید نریده باشی، الان جلوی من نشسته. بله. یه زمانی ایشون شب تا صبح کار میکرد. نه چی کار میکرد؟ چیکار میکرد دکتر؟ خب منم خودم یه برهه‌ای داشتم. شما هم شب تا صبح کار میکرد؟ شب تا صبح، صبح تا شب. اصلا شما که تو پزشکی اصلا دارید اصلا. من شبایی بوده که 1 ساعت 2 ساعت میتونستم بخوابم، چون همزمان هم دانشجو بودم هم تدریس کنکور میکردم. خیلی سخت میشه. خیلی دوران سختی رو من 13-14 سال پیش تقریبا سپری کردم. بله. ولی الان طرز فکرم عوض شده دیگه. کار کردن نتیجه نمیده، درست کار کردن نتیجه. بله.
همونطور که درس خوندن نتیجه نمیده، درست درس خوندن نتیجه. آفرین. آقا ما چند تا کلمه میگیم، بله. جواب کوتاه به ما بده. اولین چیزی که به ذهنت میاد و لطف کن بگو. شما شروع کنید. نه دیگه شما نورانی هستی. نه برو این دفعه میخوام نور حته بگیرم. باشه از من. پروستات. گوجه فرنگی بخور. پروستات نه. خیلی اینا گفتی سوال. اولین چیزی که به ذهنم میاد. بله بله. آره. خب دکتر ژنتیک. عشق من و جذابترین مبحث سال 12 جدی جذابترین الان برای من. آره من دانش آموزام زیر 30 ثانیه تست ژنتیک رو میزنم. چه باحال. کتاب درسی 10 صفحه است بهزاد جان، بخش ژنتیک جزوه من 90 صفحه است و تمام مدل هایی که ممکنه از ژنتیک بیاد رو سر کلاس حل می‌کنم، چون خودم این مبحث رو خیلی دوست دارم. آره عشق من اولین چیزی که خیلی جالب بود. عشقش. دهلیز. دهلیز بلای جون دانش آموزا تو سال 10. چرا؟ ببین 2 تا دهلیز 2 تا بعد 3 ساعت خودمون رو میکشیم سر کلاس، تمام نکاتش رو میگیم. طراح عزیز و دوست داشتنی کنکور یه چیزی بالاخره ازش پیدا میکنه که در هیچ کتاب تستی نیست، هیچ جایی گفته نشده و در کنکور میاره و بلای جان. و جالبه تو اون لحظه است، یعنی این سوال تو کنکور میاد، حالا دکتر شهامتشو داره که میگه این تسته هیچ جا نیست، ولی به محض اینکه کنکور برگزار میشه تو همون اینستاگرام همه میگن تو جزوه من بود، این تست تو جزوه من بود. دقت کردی؟ همینجا من یه چیزی عرض کنم خدمت. ببین کنکور که برگزار میشه، حالا دبیرها که هیچی، همه مؤسسات آموزشی هم میان میگن 100% شباهت تست های ما با تست کنکور سراسری. من خودم ندیدم، واقعا ندیدم. بله اصلا من وجود نظرم اینه 45 تا سوال رو که توی زیست میدن 2 تاشو به گونه‌ای سوال میدن که هر کسی نتونه 100 بزنه. بله این تست رو هر دانش آموزی ندیده باشه، اصلا هر کسی بهش فکر نکرده باشه، طراح آزمایشی هم حتی به این فکر نکرده باشه. بنابراین نه، خب خیلی از تست‌های کنکور هست که سورپرایزه. بله ما یه سری گروهایی داریم توی تلگرام، وقتی که سوال کنکور میاد دبیرها تستا رو دونه دونه تحلیل میکنن. بله شما فکر کن خب دبیر کنکور چند جلد کتاب معتبر بیش از 10 سال، یکی میگه گزینه 1 میشه، یکی میگه 2 میشه، یکی میگه 3 میشه، یکی میگه 4 میشه. یعنی ویژگی درس زیسته دیگه داره. شما از یه پاراگراف 1000 تا سوالم طرح کنی، طراحی سوال 1001 رو متفاوت طرح متفاوت. چقدر جالب. امسال هم 45 تا تستی که بود واقعا در هیچ آزمون آزمایشی نبود. ببین نکته هست. بله شما مثلا میگی دهلیز، فلان دبیر اومده توی فلان آزمون از دهلیز سوال داده. بله طراح هم سوال داده، ولی اون در مورد حسن علی حسینی صحبت کرده، این در مورد سغرا دختر سکینه صحبت کرده. توی جفتش هم مثلا دهلیز. آره نه، طراحانه. من اینو میگم به همه دانش آموزای تجربی، طراحان زیست شناسی کنکور از طراحان تمام آزمون‌های آزمایشی هم باهوش‌ترن، هم باحوصله‌ترن، هم پرکارترن. میشینن همینجان تمام آزمون‌های آزمایشی رو بررسی میکنن. آفرین. خیلی جالبه، این 2 سال داره اتفاق میفته. غلط‌های آزمون‌های آزمایشی رو در میارن، درستش رو میارن تو کنکور. بله خیلی پدیده جالبی شده توی زیست شناسی. خیلی آفرین. و من معتقدم دانش آموز وقتی آزمون آزمایشی میده غلطاشو نباید یاد بگیره. 99% درستا رو بره یاد بگیره. طراحای کنکور 1% غلطا رو در میارن، درستاشو میارن. بله بله متوجه شدم. دکتر کلمه بعدی آمپول. آمپول خیلی خودم ازش میترسم ولی خیلی دوست دارم بزنم. میشه به ایشون بزنی حتما؟ چشم. حتما. من ازت خواهش می‌کنم. شاید سفارشی براش بزن. آمپول دیگه. تقویتی هر چی که صلاحه، یه مقدار از این حالت بیش فعالی باید نیاز داشته باشی، نیاز داری به نه والا خودت با تجربه ویزیتی که می‌کنی دکتر ایشون چی نیاز داره تو آمپولا؟ واقعا قشنگ منو نگاه کن دکتر. آخه فیزیک درس میده. الان داری منو ام‌آرآی می‌کنی دکتر. من یه دونه آمپول بزنم فیزیکی با من برخورد می‌کنه.
چی بگم؟ بالاخره اینا آقا شما بیا به من آمپول بده. نه آقا اینا من بالاخره اصلا تو کار بردارن دیگه. آره نمیشه یه آمپول مگه چقدره؟ یه بردار یه بار دیگه دستتو با آمپول نشون بده. چقدره؟ دیگه نهایتا آمپول به اون گاو می‌زنن. عزیز من جنگ مگه آمپوله که بهت زدن چی چی بوده؟ همونه که به گاه ببین انقدر دیگران بعد اینو اذیت نشون داد شما دیدی یعنی خیلی یه آمپول بهت زدن. ببین من بهت گفتم که به ایشون از اونا بزنی. حرف من می‌خواستم کد بهت بدم. بله آقا تموم نشه. تو دیگران آهنگرای سه تا دندون پزشکی. دیگران اذیت نکن که واسه از اون آمپولا نزنن. آقا یه فصل دارید توی زیست، فصل جذابیه، ما شنیدیم. کدوم فصله؟ فصل جذاب از ما شما هم شنیدین. آره ما هم شما هم تدریس میکنین یعنی فصل تولید مثل دیگه. تولید مثل آره فصلیه تولید که مثل. وقتی درس میدی کسی پلک پلک نمیزنه نمیزنه. همه همجوری نگاه میکنن و بله. اصلا نیازی هم به یادداشت نداره، همونجا تو مغزشون ثبت میکنن. تنها فصلیه که ما مشکلی برای تدریسش نداریم. بچه‌ها پایه‌شون هم خیلی قویه شنیدم تو اون فصل. پایشون اصلا تست میزنن دیگه. از سال 11 مثلا شما 8 کتاب تست میگیرن و فصل تولید مثل از همه کتابا تست میزنن که خب بله. اینکه نکته نمونده باشه. نادیده‌ای نمونه که هم میگه درس بخون میگه برم پس یه سر چیزو بخونم. آره از تولید فصلیه که مثلا دبیر دیگه هم درس میدن. من دیدم بله. دبیر شیمی، ریاضی، فیزیک نه فیزیک نیازی نداره ما زیاد روش کار کنیم. دانش آموز آماده میاد. بله. ما 2 تا نکته جمع‌بندی میگیم و تموم میشه. تنها فصلی که خیلی کوتاهه و آره. زیاد جلسات زیاد نیاز تایم نداره. نمیبره. خیلی هم عالی. شدت عالی. آقا یه سوالم من ازشون بپرسم. بپرس. نه با تو بگو. نه بگو تمام جالب شد. من داشتم چیز می‌کردم. یه کلمه من موند. راست اهل میگی. طبیعت هستی؟ به شدت. به شدت. یکی از تفریحاتمون اینه که با دوستان میریم توی اعماق جنگل هایی که حتی با ماشینای معمولی نمیشه رفت و میریم چندین ساعت. میخوام اینو بگیم مثلا یه پزشک مثلا اون تفریحاتی که مردم تو ذهنشونه که آدم عادی میکنن اونام دارن دیگه همیشه. آقا ما هم آدم عادیم. یعنی بری مثلا منقل بپا کنی و اینا. اهل منقل بپا کردن و کباب بازی هستی؟ عرضم به حضورت که مثلا پزشک بودن، مهندس بودن این یک منصبه. آدم باید درونش رو مراجعه کنه ببینه به چه صورته. بله خیلی زیاد. خیلی زیاد. کباب باز و خیلی. مثلا کباب که آدم میکشم براش. فکر کردی فقط خودت کباب بازی؟ من خیلی کباب بازم. بله. آره. من کبابو خیلی دوست دارم و اهل کباب بازم. کباب بازی هم. کباب چی؟ من کباب کوبیده خیلی دوست دارم. آفرین. عشق می‌کنم. خودم هم همچین کباب آماده کنم به سیخ. میشه یه بار الان واسه ما سیخ بزنی کباب تو همین لحظه چجوری میزنی؟ باش. این اولا که باید دستتو هی به آب بزنی. اون ورز دادنش خیلی مهمه. آها. بعد اینجوری میریم بالا. یه بار دیگه سیخ میزنید خدای چند تا اینه شیشه؟ که نه به خدا یه چیزی جالبه بهت بگم. من اتفاقا کباب رو آتیش پهن کردن رو یاد گرفتم. اینو از داییم یاد گرفتم که چیکار کنم نریزه کوبیده. بله. آره اون خیلی مهمه. من یه سوال ازت دارم. کوبیدش خیلی پت و پن بود. شما اینو گرفتی داری سیخ میکنی؟ آره، منم این حجم از کوبیده رو من توی سیخ اون برگه. نمیتونم نه تصور. نه ببین تصویر برگم نازکه آخه. میگه آره مثلا اینجوری. آه. مثلا اینجوری. آقا اون بناب آفرین. بناب اون وی آی پی. نه خب بالاخره ما فهمیدیم کوبیده زنه خفنی هستی. ولی همینم آمپولا که انقدر چهرت هم که امروز نورانیه. کلا بزاد جان حمیدم اهل غذاست دکتر. آره. اینم خیلی غذا. بله همینجوری آقا. حمید شدت سس بازه. اهل سس و مثلا سالاد و میام مثلا چیز میذاره. آره مایونز باز و دیگه همینه دکتر. هیکلت فیته دیگه میتونیم. قربون شما. مایونز باز نیست. آره همین کوبیده‌های بهزادو می‌خوریم. باعث افتخاره شما وقت بذارید. شما یه سیخ کوبیدت یه هیئتی جواب سیخ نبود که. تا حالا ایست بازرسی گرفتار شدی یا نشدی؟ ایست بازرسی گرفتار نشدم. خب ولی خدا رو شکر. پلیس برای جریمه گرفت. اون که نه بحث اون ایست بازرسی و اینا نه اهلش نیستم بخوان گیر بدن. خب یکی از مثبت‌ترین دبیرهای زیستی که در ایران تدریس میکنه و توی
دفتر دبیرا به من میگن پاستوریزه، الان کنارت نشستم. والا ما تا الان تنها چیزی که از شما دیدیم مثبت بود. منظوری مثبت و- که بله یکی آبهای غیر آشامیدنیه، آها. آبهای غیر مجاز، آزاد. اصلا اهلش نیستم. یکی به به. با دود. یعنی شما مالتیش هم نمیخوری؟ مالتیشو اگر برای دور کنکوری باشه میخوریم. بله. مالت چی نوشته؟ مالتیچ. مالت. ما محصولاتی که مالتشو میخوریم. مالتشو میخوری؟ مالتشو. ایچشو باید تحقیق کنم ببینم چیه. حتما به ما هم بگو تحقیق کردی، یه استوری بگیر واسه پیج ما حتما. بفرست، حتما برای بچه‌ها میفرستیم. بعد اون لیوانا پره الان یا خالیه؟ نه دیوانه الان خالی است. لیوانا خالیه، لیوانا ولی خالی اگر است. پر دوست میکنید داشتید برام بخورید. قطعا با کمال قطعاً. میل، با با کمال کمال میل میل. حتما. یه بخش خیلی باحال داریم که در کنار شما بریم بخش ایست بازرسی رو با شما داشته بریم باشیم. سراغ ایست بازرسی. با ما همراه باشید. دور کنکوری